این بحث رو با یک غزلی از حافظ به پایان ببریم که می‌فرماید در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست. یکی از زیبایی‌های در واقع شعر حافظ این روشنی و صراحت و اون انرژی که از زبان میکشه بدون اینکه از جهت فنون بلاغت فشاری به زبان بیاره. چون ما شاعری مثل خاقانی و منوچهری داشتیم که وقتی شعر میگن چنان صنعت تو حلق آدم فرو میکنن که انگار آدم نمیفهمه چی میخواد بگه، تعقید لفظی و معنوی و فقط به دنبال اینن که هنرنمایی کلامیشون رو نشون بدن. حافظ میگه در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست، مست از می و میخواران از نرگس مستش مست. در نعل سمند او شکل مه نو پیدا و از قد بلند او بالای صنوبر پست. آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست، و از بهر چه گویم نیست با او نظرم چون هست. دقت کردید؟ آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست، و از بهر چه گویم نیست با او نظرم چون هست. شمع دل دم سازان بنشست چو او برخاست، افغان ز نظر بازان برخاست چو او بنشست. شمع دل دم سازان بنشست چو او برخاست، افغان ز نظر بازان برخاست چو او بنشست. بازایی که بازایت عمر شده ی حافظ، هر چند که ناید باز تیری که بشد از شست. زیبایی سخن حافظ انصافاً، گرچه سعدی خیلی شیواتر و روانتر از حافظ شعر گفته، یه جایی حافظ رو با سعدی مقایسه میکنم میبینم که شعر سعدی خیلی روانتره. مثلا حافظ میگه بگذار تا ز شارع میخانه بگذاریم، سعدی میگه بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم. مثلا شارع میخانه کجا؟ وانجا که باد زهره ندارد خبر بریم، سعدی میگه دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. حافظ میگه ای عاشقان وصل تو از ذره بیشتر، سعدی میگه گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من. من کی رسم به وصل تو که از ذره کمترم، حافظ میگه. سعدی میگه گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من، از خاک بیشتر نه که از خاک کمترم.